ده شب گوش نم اینا خور رفتم تو تیر کردیم دیگه دالا همین فهم من یه چیزا براش شد امینا هیچ کم وقتا نه کالا داره نه کلا داره نه پاشون لوج یک بوتای پلاستیک همین زمستان همسایه پرده پای امینا همین زمستان امینا تیر کرد. به نام و یاد خداوند متعال. بینندگان نهایت عزیز سلام. شاعر میگه ام مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است. هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است. دقت بکنی نور خدا داخل خانه است. در مسجد و در کعبه به دنبال چی هستی؟ اول تو ببین قلب کسی را نشکستی. این گونه چرا در پی اثبات خداییم؟ این گونه چرا در پی اثبات خداییم؟ همسایه ما گشنه و ما سیر بخوابیم. در خلقت ما راز و معمای خدا چیست؟ انسان خودش آینه یک کعبه مگر نیست؟ برخیز و کمی کعبه آمال خودت باش. چنگی به نقابت بزن و مال خودت باش. تصویر خدا پشت همین کهنه نقاب است. تصویر خدا پشت همین کهنه نقاب است. تصویر خدا بازی و چشمان تو خواب است. شاید که بتی در وسط ذهن من و توست. باید بت خود با نم باران خدا شست. گویی که خدا در بدن و در تن مان است. نزدیکتر از خون و رگ و گردن مان است. بینندگان نهایت عزیز یوتیوب چینل تاشقران فنز سلام. با امید صحتمندی شما و قبولی طاعات و عبادات هر یکتان باز هم به سلسله برنامه‌های مساعدت‌های رمضانی با من استیولا شایگان رحیمی از دریچه یوتیوب چینل تاشقران فنز. کنار ما کلانتر صاحب گزار یک نظر هستن. حضرتی امروزشان معرفی میشیم. کلانتر صاحب ما سلام و وقتتان بخیر باشه. تشکر، زنده باشین. اسم من نجم‌الدین است. کلانتر گزار یک نظر ولسوالی خون به نام عبدالرزاق که در گزاری ما میشه خیلی مستحق است. کسی که شما را به این آدم برای شما معرفی کرده یک جهان تشکر از او آدم. میگه یک شخص نیازمند است. تشکر میکنیم از این از این نهادهای خیریه که همچون کمک‌هایی را برای مردم نیازمند برای گرفتن. در این بیگاه رمضان در پشت خانه‌های مردم میرن، زحمت میکشن تا که یک لقمه نان و یک چیزی که برای مسلمان‌ها چی میکنن تقدیم میکنن. یک جهان تشکر و سپاس. سلامت و بخیر باشین کلانتر صاحب. ما آمدیم امرای شما دیگه درباره از این شخص معلومات گرفتیم. اگر میشه ما را راهنمایی بکنیم که بریم خانه‌شان از نزدیک با اینا یک مصاحبه. حتما چرا نمیریم در خانهش میبینیم که کی از در خانه ازی خودش هم مریض است، در خانه است، این اولادکایش است، خانومش است، دیگه کلشان در خانه هستن. مهربانی کلانتر صاحب ما را راهنمایی بکنید. خیلی بفرمایید. بینندگان نهایت عزیز میریم سراغ که از نزدیک امرایشان معرفی میشیم. مهربانی خیلی بینندگان عزیز میریم داخل اولی. سلام علیکم. مادر جان سلام و وقتتان بخیر باشه. ما از چینل یوتیوب تاشقران مزاحم شما شدیم. عادت شما را بر ما داده بودن. میشه از خود بگوین، از زندگی خود بگوین مادر جان که در فامیل چند نفر هستین؟ 7 نفر هستیم. 7 نفر هستیم. من نام کلو هم دختر هست، هیچ بچه نیست، همش دختر هستن. همین ما خودم پدرش کم نوجور از خانه است. خودم همین کاری مردم میکنم بود همین رقم روزگار تیر میکنم. ده خوب از خراب از ده شب گوش نم اینا خور رفتم تو تیر کردیم دیگه دالا همین فهم من یه چیزا براش شد امینا هیچ کم وقتا نه کالا داره نه کلا داره نه پاشون لوج یک بوتای پلاستیک همین زمستان همسایه پرده پای امینا همین زمستان امینا تیر کرد. ولی بارش ایستاد هیچ چابلی که در پایشان پوشه همین تو خاروزار هستن. هم تو با گوده کو هم تا چیز میکنه این میگه خیر پدرم جوشه میگه با پیدا میشه خودی ما هم تو کده تیر میکنیم. خداوند مهربان است مادر جان. نانآورد خانواده خودتان هستین؟ خودم هستم. برای خودم بودم. خود روی رسانه از خدا برابر میکنه. یک دفعه زکات میده یک چیز میده در اینا میرسونم کم کم دیگه. خدای روی رسانه است هم تو مشکل است. گاو بسیار نیکی است مادر جان. حتما اراده خداوند به میرفته و خداوند پاداش در دنیا و آخرت به شما نصیب کنه. بله یعنی تو تیر میکنیم دیگه زنده است دیگه. من با چیز داره فقط من نوروز تیر هیچ نداره هیچ چیز داره مشکل است دیگه. اینا صد چیز اینا دلشان میره. مکتب نمیگه کالای مکتب میگه باور کنین که کونا کالی بردار بپوش اینا میره کال ندارم پیسه که آدم چیز نمیشه که اینا کالا کنم چیز کنم پوشه را مکتب باشم یا پیسه میگن که مدرسه میرن. میشه بگوین که اولی که زندگی میکنین اولی مربوط خودتان میشه یا از کسی دیگه؟ اولی از یورم است. دام اولی یورم ما جور کرده دارم جشتیم چیز کرده شتیم گذران تیر کرده دیگه. اولی هم از اولی خودی ما کنه داریم شاور مریض از نوجور که از برآمده اوداش میتونه که آبادی کنه چیز کنه شینه. یک تعریف داره که هیچ جور نمیشه. کاش که دوا داره باشه.
ما بروبی خود تشکر میکنیم از تمیم جان نعمتی از شهر لندن که بسی کمکی برای ما این بگاه تهیه کردن که در وقت افطار ما برای فامیل بی بساعت تقدیم کردیم. از شما و تمام بیننده هایی که توانمندی مالی دارن و با همچون اشخاص مستحق را جستجو میکنیم، پیدا میکنیم، کمک میکنیم، از شما خواهش میکنیم که ایام عید نزدیک است و اینا گفتن که شوهرشان تقریبا 15 سال است که مریض هستن و توانمندی تداوی را ندارن. اگر دوستایی که خواهان تداوی یا همکاری با این شخص هستن، نمبر واتساپ چنل یوتیوب تاشقران فنز موجود است در پایین اسکرین های موبایلتان. باز هم از حمایت های همیشگیتان ممنون سپاسگزار هستم. ما را فالو بکنین، لایک و سابسکرایب یادتان نره. دعای خیر ما را یاد بکنین. سلامت و بخیر باشین تا برنامه بعد